سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. این روزها شاید در مورد ارزهای دیجیتال و رویدادی که پیش روی این ارزهای دیجیتال هست شنیده باشیم. منظورم همون هاوینگه. بیایم ببینیم اول هاوینگ چیه. همانطور که میدانید بیت کوین از دستگاه‌های مخصوصی به نام ماینر استخراج می شود که به ازای هر تراکنشی به این ماینرها بیت کوینی داده می شود و هر 4 سال یک بار این کارمزد تراکنش ها کمتر می شود و به خاطر همین قیمت بیت کوین یک جامپ و رشد بسیار شدیدی انجام می دهد و مردم و سرمایه‌گذارها برای اینکه از این رشد جا نمونند و یک سود عالی رو در زمان کم به دست بیارن، کمی قبل از هاوینگ بیت کوین و ارزهای مستعد رشد رو خریداری میکنن. مانند نمودار بالا که میبینید بیت کوین در سالهای گذشته چقدر رشد انجام داده است. هاوینگ بعدی بیت کوین در ماه می 2024 است که اگر شما هم بخواهید میتونید با بررسی نمودار بیت کوین و ارزهای مستعد رشد از این فرصت عالی استفاده کنید و سودهای خوبی در مدت زمان خیلی کوتاه به دست بیارید. در ویدیوهای آینده از کانال یوتیوب فست پروفیت در مورد نحوه خرید و فروش و یافتن پروژه‌های سودده بیشتر صحبت می‌کنیم.